سرد امروز اشتو سردی داره بله که سبوری تو بخاریه و ده این رقم سرد و این رقم بخارية كنت تعرف من اللي جاي أسرع بتجاه وبيرة من بناية. بله این بخاری ساخت ازبکستانه بعد پرتاب گرمایش تا 3 متر است و بعد از اون مصرف بعد از وقت هست خیلی مصرف کم داره حساب بس ساعت چند؟ بله و یک ساعت 6 افغانی پول برق میشه 1000 وات مصرف داره که 6 افغانی میشه اینا دو حالت داره اینا میتونه که رو حالت 1000 وات هم مصرف کنی رو حالت 500 وات که به هر ساعت 3 افغانی پول برق میشه استفاده کنی و بعد از اون یک حالت دیگه داره چرخش هم داره این فکه های سابقه میتونه که بچرخه با 24 متر مربع بله بله و 24 متر مربع بخاری ها گرم میکنن و بعد از اون این بخاری ها مصرف اینا نسبت به مصرف این بخاری های گازی کمتر تمام میشه و بخاری های گازی که هست هم کم مصرف ترینی به یک کیلو را به 6 تا 5 ساعت میبره که 60 افغانی میشه کیلوی گاز از و اینا که هست این بخاری ها به 5 ساعت 30 افغانی پول برق میشه حالا تو بسنج که 60 افغانی 30 افغانی این 10 ساعت روشن باشه 60 افغانی پول برق میشه با او 5 ساعت روشن باشه 60 افغانی پول گاز میشه خیلی مصرف کم میشه آدرس ما ولایت نیمروز شهر زرنج به سرک زرنج دلارام روبروی ساختمان جنبش دکان و فروشگاه لوازم وسایل گازی سکسمور سالات سلام تقل خیمیه سلام الغمن سلام آل هاشم